اما این شیمای تنگ، این شیمای جینس یا اینکه دیگر شیمایی که حاضر برای آمده است، اینا به سلامتی و برای مردها هم ضرر میکنه. برادرای عزیز گفتمونم فردا بعد پشیمان شده میگردید. ببینید پیشینه آدم‌های لباساشون ببینید چه خیلی وسیع بود. اگر همین شیم پوشن هم شیمای وسیع بود. این تنگ از نگاهی نه فقط شریعت، از نگاهی طب هم ضرر دارد. باید اونجا وسیع باشد. بنابراین وقتی که جامه دارید، وقتی سجده میکنید، پس و پیش خود پنهان، از نظر مردم پنهان حاضره این لباسایی که بر آمده است مخالف شریعت است. اکثریتش خیلی لباسای تنگ پوشیده نمیشد. سجده میکند عورتاش می نماید، کوتاه است. بنابراین مسلمان باید به لباسش اهمیت دهد، چون که لباس این که معرفی کننده خود آدم است. آدم از سر و لباسش به عقل و به دینش بها داده می شد. بنابراین مسلمان ها باید در این مسئله کوتاهی نکنند. الله تعالی اعلم.